من به اون بیمارخونه که تو تولد شده بودی رفتم، یگون خیلی حجت پیدا نکردم. نبود. یا خدایا چی خیلی نبود بیتول، من هیچ چیز رو نمیفهمم. شاید برادرم را به یگان عائله دیگر داده باشن. من از کجا میدونم اکا؟ نه، غیر امکان است. من در خانه در این موضوع تماما هیچ چیز نشنیده بودم. چیزی نیست بیتول جان، اوف پروا نکن، غمگین نشو. از اول هر دویمون بودیم، حالا هم هر دویمون میشیم، پروا نکن. دایی مادر برات میشن خواهر جان. میگویم در مسجد برای ما کلاس پس نایت رهایم کنید. این دامولای دیوانه باز از بیمارخانه گریخته است. بچه ها او را داشته نمیتوانم. به خدا حیف شد. خدا وقت ایستا نگوره زیستا رهایم کنید. دور شوید نگویم. چرا نمیفهمید؟ هجری کام از لب کن نگویم. ادف شافر گویم. هجری این کارو نکنه، گناه اثر دور شوید. کمیسر لوند بخیر است. در این جایها چی میکنی؟ من کمیسر رو نلو میکنم. اگر او رو دیدید حتما به ما خبر رسونید. فهمیدید؟ کمیسر رونالد رو میگویی؟ بله، اگر او رو دیدید به ما زنگ زنید، چون که با پلیس روی دادن وظیفه شهروندی شماست. یه کمیسر اونال گریخته است؟ متاسفانه سردارم گریخته است،
ولی همش از پشت اون احمد شمشک شد. همونندی کلتا کلاس رو میگوید؟ کدامونندی؟ احمد شمشک با کلتا کلاس دوگانیک بودن. چه خیر؟ تو چی هم میگویی؟ البته برای همین سردارم احمد شمشک رو کلتا کلاس خیال کرده با این احوال افتاده است. دیونه شده. کار را ببینه بعضی کمیسر اونال مغزی دامولای دیوانه هم بیجاشته است. پروا نکنی این مچیت میخنم قاری محمد و میارم مچیتونو آباد میکنم. ای صبر کنید من با شما با شما نمیفهمید مگر من با شما دیگر بگوید که من چی با من حقیقی من برای گوشه به عقل پیش با نگاه کن. بیتول سمی دیگر تو را غم نمیدهد همین خیلی؟ نه که غم نمیدهد. خب یعنی صحبت کردید. خب مشکلی حل شد. بیتول من باز از تو یک چیز خواهش میکنم. تو با زهرا مناسبت خوب داری همین خیلی؟ میگویم که با او خوردی یگان خی کرده احوال میلیس را پرسیده به من بگو. نفهمیدم. چی مگر میلیس در خونه تو زندگی نمیکنه دکه؟ زندگی میکرد و یکی ناپدید شد. تلفنش هم خاموش است، جواب نمیدهد. چی شده باشه؟ تشویش شدم برای همین. خب که دختر به خونهش رفته است. به این هم میلیس در خونت ایستادنش درست است مگر؟ بیتول خواهرم تو نمیفهمی. من ترس از آن دارم که یگان بیعقلی نکند. برای همین تشویش شدم. ای خب نباشد چرا خودت رفته از زهرا نمیپرسی؟ اکا باوری داری که نسبت میلیس احساسی نداری؟ چه خیلی احساس بیتول جان از برای خدایی. اوف من رفته کمی هوای تازه خورم. یاری رسانه ای برادران من دیوانه نیستم آخیر روی یگان دیوانه دیگر را یابد یا خدای من دو احساسیت هستم یک سایی ایستد من امام حقیقی هستم دف شوید گم شوید گفتم نمیفهمید برادران من دیوانه نیستم من امام حقیقی هستم باور کنید من ملایم یا خدایا رامنده زود کس رامنده نبود است یا خدایا دف شوید ناید برادرم آمده دیوانه هستی من امام هستم امام مسجد این همون دیوانه ما نیست مگر؟ ایست گفتم ایست. تو را میکشم. تو را کی روان کرد؟ گبزن آدمون سخرات امام را بیمارخانه بر وگرنه تو را میکشم. اینجا بیا. او را به ماشین سوار کنید. زود باشید. سقراط احمق وقتش رسید جواب این را از تو میپرسم. منتظر باش میآیم.
انتقام خوراک است که خونو کرده میخوری سقراط. من آن خوراک را تا آن دمی که گرم کرده به نزدت نگذارم آرام نمیشوم. مرا کشتن میخواستی اما تو را با آن ماشین مرده کشک میبرند. عجلت را تا نفس آخرت از من انتظار شو. توسکان اینجا بیا. این چیست؟ نمیدونم سردار. کلتکیلاس اینجا بوده است. نقشه کشیده‌ات به کار نآمده است. چرا به من خبر ندادی؟ سردار نقشه عملی میشد ولی در آخر یکی از ملاهای دیوانه با ماشین جنازه زده کلتکیلاس رو نجات داده است. ملای دیوانه؟ کلتکیلاس رو کی در کجا محافظت میکند معین نیست. باید با دقت باشیم. او به مکانمان در آمده پیام گذاشته واهمه کرده میرود. یگان تویت خبر نمییابید. شاید از بینتان کسی او را محافظت میکند، اما چی کاری که میکند او را میکشم. بیرون برو. جانم چه خیلی؟ خوش آمدی. خوش باشی. خونوب خوردی مگر؟ کم ترکک. چرا هیجان زده هستی؟ کدامش رو گویم آن نشا برد. احمد چیمشک برادر دوگانی کم سقراط باز اونلی دیوانه خسته مرا نیتی کشتن دارد. مرا کسی نجات میدهد ولی نمیدونم کی نجاتم میدهد. برای میلیس هم تشویش شدم. یکی گم شده رفت. چی گپ از خودش؟ جانم گوش کن. چیزی باشد میتوانی با من بگوی. نه یعنی چیزی مهمی نیست. نیست؟ هیچ. زهرا با تو یک چیز را گفتنم لازم. اصلا میگویم مادر اصلا مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید. من به خارج نمیروم. فهمو؟ میلیس باید اکنون آدمی خوفناک شده است. باید که ما رویم. مجبوراً باید رویم. مادر نمیفهمی هیچ کجا نمیروم. تو هم رو گم شو. رو گم شو. چی؟ بله. برادر دوگانه داشته؟ چی خیر؟ من هم نمیدونم. همه حجت‌های بیمارخانه را دیدم. کیش و تبارها را پرسیدم. هیچ چیز پیدا نکردم. نفهمیدم. این خیلی باشد؟ تو؟ بله یعنی این خیلی باشد؟ احمد چیمشک میشوم. یعنی به جای برادر دوگانیکم احمد چیمشک میگذارم. برای همین دیگر از کسی نمیگریزم. یعنی این خبری بهترین بود. تو احمد چیمشک هستی؟ نه جانم این خیلی نه. من البته که کلتکیلاس هستم اما در حجت ها نامم احمد چیمشک. یعنی نامی برادرم احمد چیمشک. من به جای او وای شدم. اوه جانم خوب شد که به من گفتی. البته که من میدونم زیاد برای من احمد چیمشک میشوی. چه؟ زهرا اینقدر ابله بودنت رو نمیدانستم. تو چه ها میگوی زهرا؟ از برای خدا مرا بین. اگر بابایم فکر کند که تو احمد چیمشک هستی چی میشود؟ من تو راحت و میخوریم. تو رو نمییابد. بیا من زهرایی. همین است راهی حلی یافتد. همین است مگر؟ یگان پیشنهاد داشته باشی بفرما. دارم. چی؟ باید باید خلاص شویم. چی؟ یعنی با یگان بیمارخانه این کار حل می شود. این روی از نی اونر هم گفته بود. چی کار میکنی؟
بیعقل بگب خوی خنداور این بیشرف نخند. فکری بد نه. با خدا راستش را گویم من از حاضر تو را یاد کرده استادم. چی کار میکنی؟ یاد کرده میگردیم. این زیباست. خیر تو بازدید. تو بازدید. شرفی ابله به مرکز سودا در آمده فکر کرده از من پنهان میشوی ها؟ آدمی بیعقل. دیوانه فکر کرده است که با این افتش مرا فریب میدهد. بیشرف افت خونو قدرگور. ایستا این رو نگیر. چی شد؟ اوی لعنتی بیشرف. راحت با آخر رسید بیشرف.
صدای دیانگا چی شد؟ به خارجه رفته ایستاده ایم. خورسندی کرده میگردی. نه ینگا از کجا؟ بسیار غمگین شدم ینگا. میلیس را از نام من سلام رسانید. میبوسمش. راهی سفید. اوه خدا رو شکر که از میلیس جانم خلاص شد. مسخره باز. اوف از اون نل گریختیم. حاضر به خانه رفتن نمیتوانیم. در خانه آدم است. خانه زیبا بود است. قوطی پر از مکتوب. این خیلی خانه زیبا خالی است و ما در کوچه آواره گردیم. اوباغ است اوباغ. لعنتی به شرف را باز از دست دادیم. به خانه رفته نمی شود. همه جا پر از پلیس است. فکری بد نکن. تو پلیس هستی. شیطان رو گوش نکن. چه خیلی پلیس ها؟ این خیلی که میشد پلیس ها از پس هم نمی شدن. از پشت کلتکلس از پلیسی هم موندم. این هم درست. یا خدایا چه خیلی خانه است. این چیزها رو بین هم شکل است. در این خانه کسی نیست. قطی پشت پر از مکتوب است. کلتکلسی بیشرف عمرش رو در این جایها گذراند. یک دو روز من همیستم چی می شود؟ هیچ گپ نمی شود. بیشرف چقدر از تو گریختم از عصبانیت خودش را نمیبخشد. تو کی هستی که مرا دستگیر میکرده ای؟ خیر رفته یگان چیزی برا حد پوشم. باز شف وقتی عوض کردن لباس هایم رسیده است.
این خانه را بین و این بیشرف را از پسش دویده عاقبت به اون مانند شدم. کاری کردت را بین. او مثل من در کشادن درها آنقدر دشواری نمیکشد. با بالا جهیده از تریز میبراید. لعنتی بیشرف. او کلتکیلسی به شرف دستگیرت کرده حتما تو را میکشم. حالا ایست. عمرم رو تلف دادی. من این ابله را هیچ نفهمیدم. گرسخته کلتکیلس ده جان دارد. چی دارد؟ رفته کمی خواب کنم. بگاه این بیشرف را در یگانجا دستگیر خواهم کرد. اتاق خواب این خانه در کجا باشد؟ در پایان باشد؟ خسته شدم. چی گپ هست؟ چی گپ؟ صاحب خونه اومد چی؟ بلا زند. صاحب خانه اینجا بوده است. سلاحم در بالامون. خیر، سلاح را گرفته رفتن لازم. بینندگان عزیز، از جایتان نجومیده برا گوش کنید. در دکان‌های گوشتی که قانونی 36 سوم نرخ موندن، قصاب‌ها 38 40 سوم می‌فروشند. از ترازو زدنشون کم نه، باز استخوان هم نمونن. حیف شما قصاب‌ها. با تمام
مردان تاجیکستان توصیه میدیم که برای بانوانشان مارگارین اونا رو خریداری نمایند، چون که با مارگارین اونا هر چیزی که پخته میشود از خوردنش اصلا سیر نمیشوید. مارگارین اونا رو از تمام مغازه‌های تاجیکستان میتوانید دسترس نمایید. سلام برای لوین با مارگارین اونا پخت و پز میکند. دریافت لذت دلخواه نه همیشه به آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرل هوا و عطر. تو دقیقه راحت نگذاشتی منو، اما با تو جزایی میدیم که تا آخری عمرت فراموش نمیکنی. اوف، بسیار خنک شده است. تا با آنجا اونال از پسی من نآمده از هر جا باشد. بسیار خوب. استاد اونجا نغلطی جانت برویا. هجری؟ راستی گپ یک سوال دارم. هجری تو از کجا برآمدی؟ استاد سوال دارم گفتم. من چی میگویم تو چی میگویی هجری؟ خیلی پرس، هر چیزی که میپرسی زود باش. استاد بعضی مردم هندوستان مرده هایشان رو میسوزانند کو. چی؟ مرده هایی رو که میسوزانند از آتش دوزخ آزاد میشوند؟ چی خیلی آزاد میشن هجری؟ این خیلی میشود مگر؟ اینجا سوختن که در اون جگه خیلی تخفیف نیست؟ هجری چی خیلی تخفیف؟ چون این نیست. تخفیف نیست. در این دنیا هر کاری که کنی در آن دنیا حتما جزایش را میبینی. یعنی اینجا سوختن در آنجا کمتر بخشش و تخفیف نیست؟ نیست هجری، چی خیلی برای آدمی سوختگی تخفیف میشود. پس چرا جسدهایشان رو میسوزونن؟ چی میدونم هجری، هر جا باشد آنها مرده ها را دوست نمیدارن. خیر، خدا از شما راضی باشد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. استاد جانم مثل تیر جواب دادید. ماشاءالله. شب بخیر. شب بخیر. ماشاءالله فکر نکرده جواب داده. بیچاره مرده های سوختگی. خدایا این چه خیلی بچه است. بسیار تیز بوده است. استاد دوگانی که داملازیا بودند را در محله نو شنیدم من. این حکمت خدا را ببین، رحمتی زیا را از دست دادیم اما به جای او دوگانی کش را روان کرد. شما هم استاد دین بوده اید به خدا. شما در عائله خوبی کلان شده اید که از عائله شما همه آدم های دینی میبراید. ماشاءالله. استغفرالله. استاد از شما یک خواهش دارم. امروز بعد درستان با مسجد آمده کمی برآمد کنید لطفاً. ها؟ نه امروز من کاری زیاد دارم. یکم وقت دیگر میکنیم جناب کنعان. یعنی امروز نمیشود. مایلش. خب انشالله استاد. انشالله. بیا. بیا شوکت، چای استاد را نزدش گذار. از من را اینجا گذار. سلامت باشه. استاد با اجازت شما من اطراف مکتب را یک از نظر گذرانم بینم. یگان مشکلی نیست، یک تفتیش کنم استاد. با اجازه شما حاضر می آیم. تفتیش کردن لازم، در بالای کارم باید راستا باشم.
من این پتی دیوونه رو میپرونم. چی میگویی تو؟ با دختری که من عاشق هستم عاشق شده است. اوه، کنعان دیوانه هم با معلمه بانا عاشق است؟ مکتب رو برای امون خریده است. با خدا شوکت، این خیلی باشد کاری تو مشکل است. تو بانو را فراموش کن، دیگر از پسش نشو. چی میگویی؟ چخیل فراموش میکنم؟ برای من سلاح میابی در حال، سلاح میابی من کنان دیوانه رو میپرونم، فهمیدی؟ یه شوکت دف شو از اینجا. یا خدایا، مرا دیوانه نکن. برای بانو شده سلاح میافتن. یا خدایا، من تو را گفتم برای من سلاح یاب تمام او رو باید پرونم. تو نمیفهمی؟ چی مگر برادری من نیستی؟ یک بار خدمت گفتم اما خدمت کن. یک پستله اومدن اینجا. برادر این چی شده است؟ Сайда. Лабай. Сцена رو ندیدی؟ در روشیانه پایان در نزد حاجت خونه بود کمی پیش. آها. آدمی ایفلاس به شرف چه خیلی اینجا آمدی ها؟ چرا با من زنگ میزنی؟ صاحبت در کجاست؟ ای مسافد، از من چی میخواهی؟ تو از من نپرسیده چه خیلی با اینجا آمدی؟ فکر کردی که از من خلاص میشوی؟ همسالی پدرم هستی، شرم نمیکنی تو؟ پسی به شرف زندگیم رو سیاه کردی، اکنون مرا به حالم گذار. مدروگی تو از من هستی. از این دیده مردنم خوبتر است. تو از من هستی، مجبوری نه، با خواهش خودت. اصل با نزدم نهایی مادری دوست داشته‌ات رو، عکت رو، چشمانم رو نپوشیدم میکشم، فهمیدی؟ لباسایت رو جمع کن. با عکت چیزی نمیگویی، با او بگو که به نزد مادرم میروم. این شام به نزد ساحل بیا، تو رو از آنجا میگیرم. اگر با پلیس خبر دهی همه تان رو میکشم، مادرت رو، عکت رو، همه تان رو. در اینجا چیه بوشده؟ الو؟ احمد التماس مرا نجات ده. احمد میلیس تو هستی؟ احمد بابایم نمیخواهد بخوره، مرا اینجا محکم کرده است. امشب مرا به خارج روان میکنند، مرا از اینجا نجات ده. احمد التماس. میلیس در کجایی؟ در کجا بودنت رو میدونی؟ در خانه پیشینه بابایم هستم. میلیس خدا لعنت کند.
خلاصی نداری به شرف. سلاح را آوردی؟ آوردم. اول پول را با من میده. میپراند؟ میدانستم که میایی. آخر تو دختری با عقل هستی. دستت رو گیر. تو را چه خیلی خوشبخت میکنم خواهی دید. تو را بسیار خوشبخت میکنم. تو چیکار کردی ها؟ با پلیس خبر دادی؟ قسم میخورم اما پلیس خبر ندادم. اما تو چی گفتم؟ حاضر من تو را میپرانم. استوی بدبخت. دیوانه است تو جانم باید خلاص شود. ایستا! به خدا رسیدی.
تو رو پروندم از دستم خلاصی نداری خزنده چقدر خونی زیادش رفته است 10 لیتر خون دارد خزنده یبله حاضر تو را دستگیر میکنم خودت رو غم نده هنر این در را کشاده نمیتوانی فهمیدی مرا در را کشا به شرف لعنتی تو را دانسته به اینجا آوردم این خانه را پیشتر آماده کرده بودم هنر خیر تو بازدید جنابی هنر خودت را احتیاط کن من چی کار کنم؟ خدا تو را زند اوه اینجا بسیار بلند بوده است من از اینجا گریخته نمیتوانم بی شرف شام بخیر خواستم یک خبر دهم سابق کمیسر که در کافتوکاب بود اونال در محله کرافیل بینای دینیز اتاق 35 بودنش را میخواهم خبر رسانم من سن پاستنچی کمتر پس میآیم در کجا بودن میلیس را باید یابم این خون نیست ترگوت میلیس را میبرد با آلمان که رسیدی مرا خبردار کن ترگوت تو میلیس را ببر زود اطاعت آقای اکرم همه کسا پیش من بیاید زود بیاید بینا را احاطه کنید 5 نفر از این طرف 5 نفر از اون طرف مراجعه تو در درون موسیقی بجا شو انا مقتیچه وای ابلهی چهار چشمه 2 نفر اینجا استاد ما 5 نفر با بولو میبریم 1-2 پلیس بوزبلا را بیارید و دروش کنه وای لیونتی لعنتی من تو رو در هفته در اندامد همین دامی کجاله را زفر تخته سوختگه که زنگش بزنه کمی لیفتی بیرانش کار میکنه یا که نه همه پس لیون
هستی؟ میلیس در کجاست؟ میلیس در کجاست؟ بیا تمام بزن. اکمنال بخشش همین در بکشن التماس. اوی لبتی چارچشم ما از پوستا دایره بسازم. بخدا رای گرز نداره، تمام بطلان در این پوشیده داره. سردارم خواهش بکنم در رو کشوید. همین در با اختیار خودت بکشو اکمنال. وجدانی سالم نمیزنم. تو همینجا بوده است. сардор калтакелас ба унал дом андохтааст. хонае ки унал аст полисҳо иҳота карданд. агар уналро ба маҳбас баранд нақшаатон хатарнок мешавад. агар хоҳед рафта калтакелас ва уналро гирифта биёрам. не саросима нашавед. мунтазир бошед. итоат сардорам. зуд противогазҳоро биёред. гази жижни мепартоед. дуд кӯдакҳоро партоед. ҳам мардакаму чизое ки дуд мекунам партоед. дара тақтақ кун. яки мекушоям. سردارم تمام کفت دود کرد. اکاونال درم بکشو نفس ما گرفت. کجا هستی میلیس؟ در کجایی میلیس؟ میلیس тақдимот аз студияи Air Production бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ансамбли шукуфаҳои пойтахт оҳангҳои дилушуби худро бо созҳои миллӣ карнай ва сурнай бо тарзи профессионалӣ пешкаши ҳаводорон мегардонанд.
ва ногуфта намонад ки аъзоёни ансамбли шукуфаҳои пойтахт иштирокчиёни фестивалҳои байналмилалӣ мебошанд. ба наздикӣ аз тамоми нуқтаҳои фитафрӯшӣ дастрас намоед. шукуфаҳои кишварем, шукуфаҳои пойтахт. телефонҳо барои тамос 901 20 05 95 ва 918 75 64 45. шукуфаҳои пойтахт дар самои ҳунар.